این تیکه رو فقط برای بچه بسیجی‌ها و سپاهی‌ها توضیح میدم که بفهمن، که هیچی نمیفهمن. علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، خدای آخوند است. یعنی هر آخوندی برای بوسیدن پای اون همیشه صف میکشه. گاو کامل خودشو میدونه. یک آخوند وقتی باهاش حرف بزنی این آدم رو خدا میدونه. محمد باقر مجلسی یک روایتی در کتابش پخش میکنه و مینویسه که از روی این روایت میشه فهمید که این ریاستارتی نیست. این تو اون 4 تا روحی که از نصفی میگه کدوم از این قسمت هست؟ جزو کفاره، جزو 7 میلیارد معصیتکاری که حساب کتاب میشه، جزو ریاستارتی هست یا جزو صوفیان؟ قشنگ از حرفاش میشه فهمید. ایشون یه روایت داره میگه که محمد باقر مجلسی میگه من با یکی از آخوندها یا علما به قول خودشون شرط گذاشتیم که هر کی زودتر مرد بیاد بگه اونور چه خبره. من عین مطلب خود باقر رو میگم، ولی باقر، این باقرشو باقر میگم، یعنی همون چیزی که خودش توضیح داده این آقای باقر برای توی بچه بسیجی توضیح. ایشون میگه میمیره محمد باقر مجلسی زودتر از اون عالم، مثلا عالم میمیره، 1 سال 2 سالی نمیاد. باید قرار بوده که هر کی مرد عالم بودن دیگه، اینقدر خودشونو خدا میدیدن دیگه، نه مثل این یارو صافی گل پایگانی احمق یا مثل مکارم احمقتر یا چند احمقتر دیگر. این کثافت ها خودشونو خدا میدونن. مقلداشون هم کسایی هستن که همه پشت این اون دنیا، همه پشت اونا میبینیم، صفش همه با هم میبینیم، بچه ریاستاتی ها همه میبینیم این صف. یعنی وقتی رد میشی اصلا بوی تعفن رو میبینی تو صف، میبینی، نه دارم بهت میگم میبینی. آقا حسینی بو که داری دیدنی نیست، اصلا اشتباه میکنی، اون بر بو دیدنیه، همه چیز اون بر دیدنیه، چون جنس بدن خارج میشه. روح من دارای جسم خیلی خاصیه، روح من دارای جسم خیلی خاصیه. اینا بهش میگن مثلا بدن مسل مثالیه، مثل قدیم هاست دیگه. مثلا در دوران حضرت آدم اسکایپ تولید شده، آدم اسکایپ تولید شده. چجوری بعضی از این ریاستاتی هم سوال کنن آقا حسین مثلا الان یه کارهایی مثلا تو عرفان هست که مثلا چاکراها رو باز میکنیم. همیشه بهتون گفتم عرفان درسی نیست، درسی رو بنویسین، درسین نیست، عرفان درسینه است. یعنی عرفان انتقالی نیست، تدریسی نیست، عرفان آمدنی است، عشق آمدنی بود نه آموختنی. بعضی از همین ریاستارتی ها میگن این چاکراها چیه؟ اینا کار غلطی نبوده. یعنی بودا صوفیسمی که در اون دوره زندگی میکرده آدم بسیار بزرگی هم هست. اون موقع اسکایپ رو هر صوفیسمی در طول تاریخ تا الان تدریسی کرده برای اینکه ریاستارتی ها چجوری زودتر بتونن برن مثلا کهکشان ها رو ببینن، چی کار کنن که مثلا بتونن برن بیگ بنگ رو ببینن، که بعضیا 99.999 در خواب برن این مسیر رو ببینن بیان و بعضیاشون در بیداری میرفتن میومدن، یعنی همونطور که چشاشون باز بود میرفتن اونجا و برمیگشتن. خب این چاکراها مال اون آقای بودا اون زمان توضیح داد که باید دستتو اینجوری کنی، چاکراهاتو اینجوری باز کنی. چشم سوم که اینا میزنن یه چشم میکشن و چشم شیش در از چیز چاکرای ششم یا چشم سوم، این اون دوران این کارا رو میکنن. خیلی هم سخت بود دیگه. یعنی شما باید میشستی 80 ساعت دستاپتو اینجوری میکردی، بعد یک حرکات اینجوری میذاشی اینجا، اینجوری میکردی، اینجوری میکردی، بعد میشستی بعد پدر در میومد تدریس میکردی تا این چاکراتو باز کنی، چشم سوم باز کنی. ولی مولوی دیگه اینو نمیگه. الان دوره‌ای رسیده که صوفیسم یه چیزایی به وقتی که شما ریاستارتی میشی یه چیزی بهت یاد میده که چشم دل باز میکنی که جان بینی، به این احتیاج نداری.
این وصله دیگه، ولی احتیاج نداری چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. و به سادگی شما با روش سوفیسم الان به سادگی این مسیر رو میریم. مسیرها درسته، یعنی چیزی که بودا گفته کاملا درسته، ولی خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. بعد حالا چرا اون مسیر رو بریم که انقدر سخته؟ این مسیر رو میریم که خوابیدی خوش آنان که دائم در نمازن. میخوابی وسط خوابی، تو دستشویی، تو لحافی، لحاف زیر تو زیر لحافی، غذا میخوری، به دختره نگاه میکنی، همینجوری داری میری. داری چی این کارو کنی؟ مسیر به این سادگی. حالا میخوام بگم این کدهای ذهنی وجود داره. آقای علامه مجلسی خیلی ساده میمیره، حرفایی که میزنم اون آخونده عالمه داره توضیح میده. میگه ایشون مرد، من هر روز میرفتم سر قبرش فلان میکردم، دعا میکردم، جایی من شبم چای کرد چرا نمیای بگی چه خبره اون بعد. نتیجتا میگه که یه روزی که اونجا بودم خوابیدم و خواب دیدم که علامه مجلسی اومد. گفتم سلام چه خبر اون بعد؟ گفت آره من لحظه‌ای که مردم روحم از اینجا خارج شد. خب پس این درسته. الان کد دیگه ریستارتی که یه خورده پیشرفت کرده باشه خیلی کوچولو، اینو میگه درسته، میگه آو داره درست میگه. پس روح گفت میگه روحم از اینجا از سینم اومد بیرون. میگفت چجوری مردی؟ گفت یکی اومد بالا سرم نشست، اول زد به پام، به شست پام. بعد گفتم اینجا هم درد میکنه. گفت اینجا خوبه؟ گفتم آره خوب شد. بعد زد رو زانوم. گفت خوبه؟ گفتم آره خوب شد. گفت زد رو رون پام. گفت خوب شده الان؟ گفت آره. گفتم آره دو تا پام داره خوب میشه. بعد اومد رو شکمم، یهو دیدم درد میکنه اینا. گفت یهو دیدم از اینجا منو میکشی بیرون. از اینجا رو منو کشید بیرون. گفت تا بلند شدم دیدم دنیا رو. دیدم ای بابا اینا همه دارن، همه آدما رو دیدم. ادامه دادم. دیدم. بس تا اینجا به اهل تصوفگی میگه اوکی این مرگو دیده، راست میگه. البته علامه مجلسی مرده، بعد اومده گفته ها ریستارتی هایی که الان 2 کلاس سوادم ندارن این صحنه رو قبل از که بمیرن میدونن و میبینن، برای همین میگن بمیرید قبل از اینکه بمیرید، چون قبل از اینکه من بمیرم باید این مراحل رو ببینم. بعد میگه که بعد چی شد؟ میگه بعدش منو دفن کردن. وقتی منو دفن کردن من یه لحظه احساس کردم کششی وجود داره، من برم ببینم تو قبر چه خبره، چی شده. میگه منو وارد قبر کردن، رفتم تو قبر 2 نفر اومدن سوال کردن دین چیه؟ من گفتم من مسلمانم. گفت این که همه هستن، بابات هم مسلمان بوده. گفت بله. گفت سودی نداره، یه چیزی بگو که ما میخوایم کمکت کنیم که نجاتت بدیم. حالا اینا عمر داره اون عالمه میگه از دهان علامه مجلسی که برگشته. میگه خب از اعتقاداتت بگو. میگه من 12 امام قبول دارم، 14 واسه میگه که همه قبول دارن. مسیح هم حتما قبول داره. خب بله مسیح هم قبول داره. موسی هم قبول داره. بله موسی هم قبول داره. این بابات هم قبول داشته. اینطور نجات نمیده. من فلان کردم، بعد اون کارو کردم، من کتاب نوشتم، خیلی کتاب نوشتم. گفت خب کتاب نوشتی که سودش هم برده دیگه، هم پولش خوردی، هم مردم مثل بز میگفتن علامه گلا میشدن دیگه، توفتو میخوردن آقای مکارم. مگه نبود الاغ؟ سودش هم کردی دیگه چه کاری کردی که ما الان نجاتت بدیم؟ گفت فکر کردم، گفتم بله من چیز کردم، من شاگرد داشتم. این همه شاگرد. گفت بغلیه گفت شاگرد داشت، آقا تدریس میکردن، آقا عالم بودن. گفت خوشحال شدم یه لحظه. گفت صرف اونا حساب میشه؟ گفت بله. یکی از اونایی که الان شما شاگرد شما بوده آدم خیلی خوبیه، ولی یکی از اونایی که شاگرد شما بوده الان به حکومت رسیده، یک بی‌ناموسی خیلی تجاوز کرده، میخواین حساب کتاب کنیم همه اینا رو به نام شما بذاریم شاگردات؟ گفت نه آقا نمیم. چی میشه؟ گفت میلیاردها سال بعد رو هوا. گفت نه من خوب نیست. پس چیکار کنم؟ یه لحظه فکر کردم، یه روزی داشتم تو خیابون رد میشدم، این داستان خودشون دارم میگم، این حرفای خودشون دارم میگم، من چیزی رو عوض نکردم، فقط باقر گفتم. حرفای باقر گفتم. گفتش که فقط یادم افتاد یه روز داشتم میرفتم، یه آدمی وضع مالیش بد بود،
رفتم جلو دیدم همه دارن اذیتش میکنن، طلبکار و اینا. بهش گفتم آقا چی شده انقدر بدهکاره اینطوری؟ گفت من میگم من بهتون میدم پولشو. دیدم خیلی ناراحته، آدم آبروداری هم بود، سرش هم پایین بود و خیلی خاص بود. اینو بردم تو خونه بهش غذا دادم و خلاص قرضشو دادم. گفت اینا هم سودی نداره. خیلی هم میرن کلیسا پول میدن، کنیسا پول میدن، مسجد پول میدن، میرن چای جمعکران پول میدن، حکومت این پولا رو ور میداره میبره اونجا، مردم تو تجاوز میکنه میکشه، پول میفرسته حماس و فلانجا، هر کی آدم تروریست بهشون غذا میده میخوره. هر بچه‌ای هم تو سوریه داره میمیره تازه گردن اینا شهید چیز خرن. اینا چه سودی نداد؟ کمک با اجازه کی کمک کردی؟ بغلیه دوتا بودن دیگه. بغلیه گفت صبر کن قربان. ایشون یه چیز دیگه گفت چی گفت؟ گفت این به یه ریستارتی کمک کرده. خب آها، پس یه نفری که سوفیسمو میشناخته اون آدمه که بی پول بوده اون بوده رو کمک کرده. برای به عشق این که به اون کمک کردی نجاتت بوده. چند تا مطلب پیش میفهم. یک، این آدم فشار قبر رو توی قبر رو سوال و جواب داشته، پس تو دسته دوه، یعنی گناهکاراست، باید حساب کتاب شه و 2 نفر هم آدم حساب کتاب کرد. ولی ریستارتی ها تو مرحله ای هستن که وقتی که میمیرن ادامه میدن، سوال جواب ندارن. کفار هیچ سوال جوابی ندارن، یه چیزی دینگ رو برینگ تو هوا. کی شما دیدی که فرمانده وارد پادگان بشه حساب کتاب کنه؟ اجازه ورود داره. اونی که میخواد بره سر بزنه اینا پشت در میمونه. یعنی از تو حرفای این میشه فهمید که ایشون اصلا نه عارف بوده، نه صوفی بوده، نه ریستارتی بوده، تو رده 2 بوده. از پیاماش میشه فهمید. یعنی این جزء 7 میلیارد آدمی بوده که همینطوری برش افتاده و مرده. عدد اتمی انسان ها مثل تمام موجودات کره زمین، مثل ملخ عدد اتمی داره. هیچ ملخی نمیاد شما رو نیش بزنه فرار کنه. شما هیچ وقت نمیبینی که هندوونه بلندش بیاد بالا سره و بعد بره رو پشت بوم رو سق بپره تو تا بگی یه هندوونه از اون بالا پرید زد به من، میگن روتیل بوده. عدد اتمیش معلوم، یعنی جایی داره که مشخص. بیلیارد میلیارد هم موجود در کره زمین است که عدد اتمیش مشخص. تنها کسی که عدد اتمیش مشخص نیست انسانه. یعنی مشخص هست، جاش نمیدونه. بچه آهو میدونه به دنیا میاد سریع باید پشت فرار کنه، یعنی شیره میاد. ولی بچه انسان به دنیا میاد نه فرار میتونه بکنه، هیچ غلطی نمیکنه. باید وایس تا ننش، مامیش یا مادرش یا مامانش به شیر بده. فرقش کجاست؟ در عقله. آیا خرد به عقل آدمی ربط دارد؟ آیا عقل آدمی بعد از مرگ با انسان میرود یا خرد حرکت خواهد کرد؟ اگر کسی عقلش ضعیف باشد آیا میتواند سوفیسم را پیدا کند؟ آیا کسانی که عقب مانده ذهنی هستند با خردن یا با عقلن؟ تا برنامه دیگر و پاسخ سوالهای بسیار زیاد از برنامه ریستارتی که مال من نیست. بدرود.